سلام دوستای عزیزم، من شف شایان هستم. اینجا میخوایم با هم دیگه کلی مزه های جدید خلق کنیم. راحت ترین و ساده ترین آموزش ها رو میخوام بهتون بدم که توی خونتون بتونین خوشمزه ترین غذاها رو درست کنین. امروز میخوام یه خمیر فستفودی درجه یک، خمیر رومانو استایل که واقعا خیلی میتونم بهتون بگم بهتر از تمام فستفودهایی که تا حالا خوردین میتونین توی خونتون داشته باشین. این مقداری که بهتون میگم و حتما رعایت کنید، این نکاتی که میگم و حتما رعایت کنید که دقیقا همین چیزی که میخوایم براتون درست بشه. در واقع این خمیری که میخوایم بزنیم یه نکته های ریزی داره که حتما باید انجامش بدیم. این مقداری که الان میخوام بهتون بگم برای 2 عدد پیتزا، یعنی 2 تا خمیر پیتزا میتونین باهاش درست کنید. آردمون که ببینید این نکته‌ای که بهتون میگم خیلی مهمه، حتما آردتون توی یخچال باشه. یعنی دمای آردتون توی این خمیری که میخوایم درست کنیم خیلی مهمه. آردتون توی یخچال باشه. مقدار آرد باید 500 گرم باشه، نیم کیلو آرد احتیاج داریم. آبم باز باید خنک باشه، آبی که حالا هست توی یخچال باشه باید حتما بیارید، یا اگر که حالا آب شیر یا دمای آب نیست، دمای آب پایین نیست، باید یخ بندازین داخلش، ولی توی یخچال باشه کفایت میکنه. مقدار آبمون 250 گرمه. شکر نیاز داریم، 10 گرم شکر میخوایم. نمک میخوایم 12 گرم و مخمر یا همون پودر خمیر مایه باید 2 گرم باشه. ببینید اولین کاری که میکنین خمیر مایه و شکر رو به آرد اضافه میکنید. به مدت 1 دقیقه اینا رو با هم مخلوط میکنیم که کاملا یه ذره فشار بدید که ببینید این گوله گوله هایی که آرد داره باید از بین بره. بازم میگم ببینید الان این دمای آردی که من دارم از توی یخچال در آوردم و کاملا این آرد خنکه. خب وقتی آردو و شکر و مخمر رو با هم دیگه مخلوط کردیم، آب رو کم کم بهش اضافه میکنیم. اینا رو بعد انقدر با هم قشنگ مخلوط کنیم که بافت خمیر رو به همون بده. خب ببینید وقتی خمیر رو یه مقدار ورز میدی، ببین شکل خمیر اینجوری میشه دیگه. باید یه جوری باشه که دیگه آرد بهش نچسبه به این صورت. حالا وقتی که این شکلی شد باید از توی این ظرفتون در بیارید روی میز، روی سطح صاف. اینو دوباره باید یه مقدار ورز بدیم. خود ورز دادن ببین مدل داره، باید قشنگ بلد باشی چجوری ورز بدی. خمیرتون رو میذارید انگار میخوای خمیر رو بکشی، یه ذره اینجوری میکشینش رو به بالا، بعد دوباره جمعش میکنی، دوباره از این ور خمیر رو میکشی، بعدش به این صورت. ببین بافت خمیر باید اینجوری نرم و صاف بشه.
این کار رو باید چند دقیقه تکرار کنید، چون وقتی میخوای توی خونه این کار رو انجام بدی حتما باید خمیرتون رو ورز بدین. توی رستوران یا حالا اگر دستگاهی داشته باشین با دستگاه انجام میشه که خب خیلی زمانش میاد پایینتر و راحت تره، ولی خب توی خونه حتما باید این کار رو انجام بدین. خب من اینو یه مقدار ورز داده بودم، الان کافیه. ببین وقتی که این خمیر به این شکل رسید، بعدش باید تو این مرحله بهش نمک اضافه بشه. نمک هم باز ببینید کم کم اضافه میکنید، همش رو یه دفعه نریزین. دوباره بقیه نمک. به خمیرمون اضافه میشه. حالا نمک چی کار میکنه؟ ببینید نمک باعث میشه که بافت خمیرتون سفت بشه، یعنی دیگه موقعی که میخوای پهنش کنی توی قالب پیتزات بذاری، خمیرت باعث میشه باز نشه از هم دیگه. کاری هم که شکر میکنه با خمیر باعث میشه که یه رینگ طلایی، یه خمیر تقریبا طلایی شکل به ما میده. بعضیا اشتباه میکنن، به خاطر اینکه رنگ خمیر رو میخوان طلایی بکنن از تخم مرغ استفاده میکنن که این کار اصلا توی خمیر پیتزا غلطه. این کار اصلا نباید انجام بشه. اینم بقیه این نمک. خب الان که دوباره اینا رو یعنی نمک رو اضافه کردیم، ببینید اینم دقت کنید به این کاری که من میکنم. این خمیر رو به این صورت فشار میدیم، از اینجا میگیریم، دوباره به این صورت. خب یه مقدار دیگه ورز میدیم که نمکم کاملا جذب خمیر بشه. اندازه ها رو من بهتون گفتم، ولی خب دقیقش رو توی دیسکریپشن باز دوباره میذارم که دقیق بتونید ببینیدش. خب به این مرحله که رسید، ببینید باید یه مقدار روغن، ببینید خیلی زیاد نباشه، در حدی که دستمون چرب بشه. ببینید انقدر کف دستتون میریزین، دستاتون رو به هم بمالید، بعد باز دوباره اون کاری که گفتم رو انجام بدین. ببینید ما نمک و روغن رو در آخر اضافه کردیم. اشتباهی که بازم خیلی ها میکنن، نمک و روغن رو همون اول میریزن، این باعث میشه که خمیرتون اون چیزی که دلتون میخواد در نیاد. خب دوباره یه مقدار ورزش میدیم. ببینید ورز دادن تقریبا، چون این خمیر به صورت دستی داره انجام میشه، تقریبا حدودا باید 5 دقیقه شما این خمیر رو ورز بدین. توی کار صنعتی، توی فست فودا معمولا 1-2 دقیقه با دستگاه انجام میشه که میگم خیلی زمانش سریعتر و راحت‌تر.
ولی توی خونه حداقل باید 5 دقیقه این خمیر ورز داده بشه. خب ببین به صورت خونگی که میخوایم این خمیرمون رو میخوایم بازش کنیم برای پیتزا، ببینید اول کف کارو یه مقدار آرد میریزیم که خمیرمون نچسبه. یه مقدار آرد میریزیم کف کار. به خود وردنمون هم یه مقدار همینجوری که دستمون آردیه یه ذره آرد میزنیم. ببینید وردنه رو روی خمیر بذارید، از کنار هل ندین، روی خمیر بذارین به این صورت. خمیر باید کم کم باز بشه. یه مقدار که باز شد خمیر رو میچرخونیم. ببینید این خمیر رومانو استایل یه مقدار خمیر سفتیه، به خاطر همین عجله نکنید، فکر نکنید کارتون اشتباهه. یه ذره باید حوصله داشته باشین که خمیرتون کامل باز بشه. باز دوباره میچرخونیم. قشنگ به این صورت که همه جای خمیر یک دست باز بشه. ببینید چقدر خمیر صاف و یک دست و خوبی داریم. البته اندازه خمیر بستگی به قالبتون هم داره ها. گفتم این قالبی که ما الان استفاده میکنیم قالبای 30 سانتیه، به خاطر همین یه مقدار میخوایم پهن‌ترش کنیم خمیر رو که اندازه قالبمون بشه. اگر قالب شما کوچیک‌تره خب میتونین چونه هاتون رو اولا کوچیک‌تر بگیرین و یه مقدارم کمتر بازش کنید. ببینید قالب رو یه مقدار خیلی کم در حد چند قطره روغن توش میریزیم. قالب رو چربش میکنیم. خیلی نباید چرب باشه، روغنی نباشه. همین اندازه‌ای که بهتون گفتم کافیه. خب ببینید به این صورت خمیر رو بلند میکنید، میذارید روی دستتون، این شکلی توی قالبتون میذارید. حالا بقیه پهن کردن توی همین قالب باید انجام بشه. با دستتون یه مقدار میکشین به اندازه‌ای که به شکل قالبتون در بیاد این خمیر. وقتی که کاملا اندازه قالب شد ببینید با گوشه انگشتتون یه مقدار فشار میدین که حالت رینگ بشه برای دور پیتزاتون. این میشه رینگ. به این صورت هم باز میتونید رینگ بدین. اگر اینجوری حالا براتون سخت بود میتونید با انگشتتون اینجوری قالب رو بچرخونید دور پیتزاتون، دور خمیرتون رو در واقع
یه رینگ جذاب بهش بدین. خب این میشه خمیر پیتزا رومانو استایل، خمیری که خیلی باب سلیقه ما ایرانی هست، خیلی دوستش داریم. توی ویدیو بعدی حتما یه مرینیت مرغ فوق‌العاده، یه سس فوق‌العاده برای پیتزا قارچ و مرغ میخوام بهتون آموزش بدم، حتما ما رو دنبال کنید.